خب بچه ها میخوایم امروز شروع کنیم اولین منو و مهمترین تنظیم دستگاه سانورتر گرووات رو با هم دیگه انجام بدیم. بچه برای ورود به منو دکمه اینتر رو 3 ثانیه نگه میدارید، منو اجرا میشه. مهمترین منو اول هست 201 که این منو برای شما اولویت تأمین برقتون رو تعیین میکنه و کلماتی مثل یوتیلیتی، سول، SUB و SBU رو دارید داخلش میبینید. حالا میخوام توضیح بدم هر کدوم این کلمات چی هستن. خب بچه اول از همه حالت عادی بهتره بگیم که مثلا سولار رو انتخاب میکنید. سول برای شما میاد اولین اهمیت تامین برقتون رو میذاره، انرژی خورشیدی کم بیاره باتری و در صورت نیاز میاد از برق شهر یوتیلیتی استفاده میکنه. دقیقا مثل حالت SBU اونم میشه سولار اولیشه، کم بیاره باتری کمک میکنه و بعد برق شهر. اگه بذارید روی حالت یوتیلیتی یعنی اول برق شهری میاد برای شما تأمین نیازتون رو انجام میده و بعد سولار و باتری در صورت نمودش. اگر بذارید SUB سولار و یوتیلیتی برق شهر همزمان انرژی مورد نیاز شما رو تأمین میکنن. اگر در دسترس نباشن هیچ کدومشون از باتری استفاده میکنه. بچه ها این تنظیم مهمترین تنظیم دستگاهه فکر میکنم و حالا یکی دیگه از تنظیمات که ویدیو اونم میگیرم براتون میذارم، حتما امیدوارم مفید بوده باشه براتون. کانال ما رو هم سابسکرایب کنید، هم زنگوله رو بزنید، هم لایک کنید که هم به ما انرژی بدید و ما بتونیم ویدیوهای بهتری براتون تولید کنیم. ممنونم از همراهی شما.